مستحق آل احمدیم. ما پیروان مستحق آل احمدیم، بر جمله خلایق دنیا سرآمدیم. زیر قبای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. خیلی تشکر میکنم از استاد روشن گل افروز، زحمت کشیدن، پنجه ریختن و با هنجری قشنگشون با صدای خیلی خوب و تمام دوستان تاثیربرداران عزیز، جناب آقای نیستانی، آقای ناظمی و دوستان و آقای قوامی و تمام دوستان رفیقان که در این باغ باصفا و در این بهشت جنت مکان میتونم بگم گرد آمدن و خیلی تقدیر و تشکر دارم از حاجی آقای حسین آقای مهنانی که حساب میلانی زحمت کشیدن، امروز واقعا اینجا ما رو شرمنده کردن. در خدمتشون بودیم. چند تا آهنگ بنده، البته دوتار، یک ساز خیلی قدیم، ساز خیلی مظلوم، خیلی یک ساز چیزیه. دوست دارم تمام جوانان، آقایان، برادران عزیز همشون این هنر بزرگ فراموش نکنن. پس به افتخار خودتون و استاد روشن و تمام فیلمبرداران عزیز یک دست خیلی قشنگ، اونهایی که نشستیم بیکار نشینین، گاه وقتی دسته رو بیاین، خودش یک خوشمزگی شیرین خوله. و باز هم اگر کم کسی شد با بزرگی خودتون به این جانب ببخشید، به افتخار تمام دوستان عزیزان.